پس از لحظه هایی که ساعت های طولانی که چشم به بامی بتونی خانه اجاره می نشینیم و از فردای جهان اندیشه میکنیم که جهان چسان خواهد بود فردا، تقدیر و سرنوشت انسانیت فردا چسان خواهد بود و حتما در آخر اندیشه ها انسان که عاجز است، ریشه در عجز دارد، انسان با وجود تمام کر و فریخش باز هم می اندیشد که بکی نیایش کنم از این بیدادی ها، از که امداد طلبم. و بعد از این اندیشه های بیپایان باز هم در آخر البته همه امدادها از پروردگار هستیم، اما از زمین هست که امداد خواهیم. پروردگار در عالم بالا است. البته از خیلی که در قرآن هم میگه از رگ جان ما نزدیکتر است، اما باز هم انسان میخواد از انسان مثل مانند خودش امداد طلبد. و در آخر باز هم خلاصه میکنم که باز هم چشم در بام بتونی خانه اجاره باز هم میبینم که امداد، اونی که امداد داده میتواند برای من باز هم مادرم است. و من فکر میکنم هر یک تاجیک، این خیل مردم، این خیل ملتی که به مادر اینقدر ارج میگذارد، از مادر یک پیامبر، یک ملا، یک پیر میتراشد، یک پیر خودش میدوند مادرش. تنها من فکر کنم این ملت تاجیک است. برای اونا ما یک نیایش به مادر یک شعر نوشتیم از دفتری از سیاه نویس، اصلا این نمیخونیم، اگر کمبودی رفت جرمی رفت معذورم. شدم از زندگی دلگیر مادر، بدون چاره و تدبیر مادر. تو در روستا و من در شهر سرسان، کجا بگریزم از تقدیر مادر. به دیدار عزیزی تو همیشه دریغا میکنم تأخیر مادر. من از غوغای دنیا سیرم و پور، به دیدارت شوم کی سیر مادر. نگردد تیرهای ساعت کاش، نگردی کاش که تو پیر مادر. اجل صیاد خبگیر است با عشق، تو هم قصد خودت را گیر مادر. همه تعمیر دارد منزلش را، روانی ما نما تعمیر مادر. نه تومار منی دادم نه چشمی، دعای تو کند تأثیر مادر. جهان تنها ز تو امداد خواه است، بسوز آخر تفنگ و تیر مادر. مرکب می شود اسرار هستی، نما بر گوش ما تفسیر مادر.